آی داداش بفرما، آقا بفرما، خانوم بفرما، بشین و گوش کن. های های، بله بشین و بشنو و حال کن. داستان انتقام سخته، داستان کتلت پزان و اخبار اندرونی بیت عظما. یکی انجمن بین به بیت فقیه، ز دیوان پرپشم و چربی و پیه. همه دزد دیوان رأس سپاه، کنون دیده پرغوره لب پر ز آه. آقا ماجرا چیه؟ تعزیه برای چیه؟ بشین و گوش کن. خبر آوردن برای ضحاک دیو عمامه به سر که چی؟ که در عمق رهبردی ما کنون، همی گشته ویرانه سقف و ستون. کنون سوی ما کتلت آوردند، نه یک یا دوتا بلکه چندین و چند. آقا تابوت از دزد دیوان غارتگر از سرزمین شامات رسیده. عظمای آورینگو اشک ریزان از دیو دزدان چماقدار سرکوبگر پرسید آقا راستی کتلتش چه جور کتلتی بود؟ عین قاسم بود؟ بله، پیکی از عمق راهبردی نظام در میسره مجلس جواب داد. چنان کتلتی هست که از خوردنش مزاج نظام می شود در روش. یعنی همینجوری شر و جفت از اقصا نقاط جسم ناقص عظما نگو و نپرس. دیو ضحاک زمان که دید کش نظام و جلسه دیوان ممکنه از دست در بره، دهنه رو کشید و چنین گفت: کنون پیش پای من و این سپاه، نمانده به غیر از دو راه و دو چاه. یکی این که پاسخ به کتلت دهیم، همه سر به سر تن به املت دهیم. در آن صورت آتش فتد بر ابا، و لقمه کند گیر در حلق ما. دگر آن که گردیم جمله خفه، و ریزش نماییم چون هر دفعه. کج و کوله و دبه و غر شویم، ز سر تا به پا گرم شرشر شویم. آقا همه در شگفت، انگشت حیرت به دندان سکسان و چشمان حیران به کاسه دوان. که آقا پس بالاخره ما چه غلطی بکنیم؟ صیدل نابکار حرام پندار خنده شیطانی کرد و چنین گفت: بگفتا به شیخان ولی صفی، که ای دیو خوکان زشت و کری. مرا هست اندیشه ژرفتر، که زین جمله بحران نمایم گذر. به اعماق راهبردی این نظام، بسی هست قاسم مرید امام. اگر پی به پی می شوند کتلتی، نسازیم از آن بهر خود املتی. چو کتلت بیاید ز هر جبهه‌ای، به سوی من بی پدر صیدلی. کنم بیت خود چون یکی رستوران، فروشیم کتلت به کل جهان. از آن مکدونالد میزنیم ما جلو، ز کتلت دهیم ساندویچ با پلو. آقا همه دیو دزدان جنایتکار شادان از این فتوای صیدلی ضحاک برفتند و یک کتلت دونالد با برند مکولی در کانادا بسازند. و چنین شد که صنعت کتلت مکولی رونق یافت. البته این صنعت هم دردی از عظما دوام نکرد که نکرد، و ادامه ماجرا بماند برای وقت دیگر. عزت زیاد و ایام بکام. یا علی.